روزهای پایانی زمستون سپری میشد. دلم راضی نمیشد توی اون بارون و سرما هر روز رویا رو دنبال خودم به کارگاه ببرم. از مهرانگیز شنیده بودم سجاد برای کاری همراه زن و بچهش پیش یوسف رفته. میدونستم اون ماه خرجی کم میارم. رویا عاشق برنجک و کنجد بود و گاهی نمیتونستم براش بخرم. کم کم داشتم یاد میگرفتم چطور پولمو خرج کنم تا کم نیارم. وقتی دیدم پری و منیر راحت توی خونه هم کاراشونو میکنن همین که با خیاطی آرایشگری کمک خرجی هستن، به فکرم افتاد تا کاری انجام بدم که لازم نباشه برای مزد یه روز کار توی کارگاه از خونه بیرون برم. اما نه خیاطی بلد بودم و نه اصلاح کردن. فقط یه چیز خوب از اشرف یاد گرفته بودم. پختن شیرینی. تمام چیزایی رو که برای پختن نون کشمشی لازم داشتم خریدم. باید فکریم برای فروش اونا میکردم. وقتی موضوع رو با قناد محل در میون گذاشتم، نامطمئن شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت باید ببینم. قرار شد کمی برای نمونه درست کنم. شب تا صبح شیرینی پختم. رویا وقتی بیدار شد چند تا از اونا رو خورد و بازم میخواست. چیزی نگذشت که صدای در اومد. شیرین بود. به محض وارد شدن گفت چیکار کردی دختر؟ عجب بوی خوبی راه انداختی. همه همسایه‌ها رو وسوسه کردی. وقتی ماجرا رو براش گفتم با خوشحالی اولی مشتری خودش شد و به همین ترتیب بقیه همسایه‌ها. اول نمیدونستم باید به چه قیمتی بفروشم. شیرین نشست و برام حساب کرد. پیشنهاد داد برای فروش بهتر باید با قیمتی کمتر از در مغازه بفروشم. البته از مشخاتون پول نگرفتم. در واقع خواستم چاخانشو کنم که یهو سر این کارم برایم علمشنگه در نیاره. دیگه چیزی از شیرینی ها نمون تا برای نمونه پیش قناد ببرم. بعضی از اونا که خیلی خوششون اومده بود خواهش کردن شیرینی عید رو براشون درست کنم. دوباره مواد شیرینی و کمی برنجک و کنجد برای رویا خریدم. مشخاتون تا فهمید قصد پختن شیرینی دارم خواست اول برای اون درست کنم. پولشو پیش داد که مطمئن بشه. شام نخورده شروع کردم. رویا هم با اصرار میخواست کمکم کنه. کشمشه رو توی یه سینی ریختم تا دم اونا رو جدا کنه. اونم فهمیده بود این کار باعث بهتر شدن زندگیمون میشه. با دقت و ذوق کشمشه رو پاک میکرد. در آخر نگاهی دوباره به اونا انداختم همه رو کاملا تمیز کرده بود. تمام نکاتی رو که اشرف در حین درست کردن یادم داده بود کاملا به خاطر داشتم. اون شب رویا هم نمیخوابید و پا به پام نشسته بود. تا حواسم به شیرینی‌های سر چراغ بود خمیر رو هم میزد و میخواست کمکم کنه. حرفی از خستگی نمیزدم. اما به محض اینکه کمر و یا شونه‌هامو از درد میگرفتم فوری برام ماساژ میداد. همه در تکاپوی عید بودن سر پری حسابی شلوغ بود. با وجود اینکه هنوز درست حسابی با اون حرف نمیزدم پارچه ارزون قیمتی خریدم و سراغش رفتم تا برای رویا لباس بدوزه. در عوض مزدش قرار شد شیرینی درست کنم. شانس به من رو کرده بود. هرچی به عید نوروز نزدیکتر می شدیم کارم رونق بیشتری می گرفت. چرا که خبر شیرینی پختنم بین همسایه های اون کوچه و محل درس پیدا کرده بود. بالاخره تونستم اون ماه اجاره اتاق از درآمد کار خودم به مشخاتون بدم. تا چشمش به پول افتاد با کلی فلسفه بافی بابت حرفا و چیزهایی که به من گفته بود اظهار پشیمونی کرد. خیلی از درد پاهاش مینالید. همین که خواستم از در اتاقش بیرون بیام با التماس گفت میدونم خیلی کار داری ولی گرفتاری تو کمتر از بقیه است. خودت که بهتر میدونی. یه مرد اندازه یه بچه کوچیک زحمت داره و باید تره خشکش کرد. حالا که فعلا خدا خواسته و یه زحمتت کمتر شده. ببخشید جسارت نباشه. اگه زحمتی نیست این دوتا ملافه رو هر وقت تونستی برام بشور. به خدا اگه این زانو درد اذیتم نمی‌کرد به کسی رو نمی‌زدم. نمیدونی وقتی اون خدا بیامرز زنده بود چجوری یخ حوضو میشکوندم و همچین یخه چرکشو مچ می‌زدم که عین روز اول میشد. به محض اینکه حالت گریه رو توی اون دیدم دلم به حالش سوخت و گفتم باشه فردا میشورم. الان میخوام برای منیر خانم شیرینی بپزم. صبح روز پنجشنبه شروع کردم به پختن شیرینی برای خیرات. بعد از ظهر همراه رویا به قبرستون رفتم. سنگ قبر عزیز آقا جون که درست در کنار هم بودن شستم. همونطور که با سرانگشتم حروف تراشی شده مهری اسم عزیز جون رو لمس می‌کردم یادم به حرف عزیز جون افتاد. همیشه میگفت حاجی دلم نمیخواد بعد از تو زنده باشم. آقا جونم با خنده میگفت قصه نخور دوتایی با هم میریم.
تنهایی که نمیشه. واقعا نتونستن دوری همدیگر رو بیشتر از چند ماه تحمل کنن. ظرف شیرینی رو دست رویا دادم تا جلوی آبرین بگیره و خیر کنه. از کار و زندگی تازم برای عزیزجون و آقاجون راز دل می‌کردم که نگاهم از دور به اون مرد افتاد. خم شده بود و رویا رو می‌بوسید. هر چقدر دقت کردم اونو نشناختم. با اشاره رویا هر دو به طرفم اومدن. خوب که نزدیک شد فهمیدم سهرابه. با اون پیراهن سیاه و ریش پرپشت چقدر عوض شده بود. فوری نگران گلی خانم شدم و بعد از سلام هراسون پرسیدم چی شده؟ چرا سیاه پوشیدی؟ سکوت کرد و چشماش سرخ شد. با دلشوره گفتم گلی خانم؟ آقا ولی خوب هستن؟ بدون اینکه نگاهی به چشمام بندازه خیلی گرفته گفت حالشون خوبه اما سرشو زیر انداخت و با دلهوره گفتم اما چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ احساس کردم غم بزرگ روی قلبش سنگینی میکنه. با آهی که از سینه کشید همه وجودم آتیش زد. اینکه اون بخواد غم بزرگی رو تحمل کنه آزارم میداد و نمیتونستم رنج کشیدنش رو ببینم. رو برگردوند و با همون لحن گرفته و غمگینش گفت ماهرخ. ماهرخ نتونست از زایمان جون سالم به در ببره. از شنیدن این خبر دردی عجیب بر دل نگرانم رسوخ کرد. انگار هیچ وقت حسادتی در کار نبوده. چهرش در نظرم مجسم شد. با همون لبخند زیبا و معصومیتی که در صداش بود، با افسوس خودم رو سرزنش می‌کردم. کاش همون یه بارم ندیده بودمش. در سکوت سنگینی که میونمون لحظه به لحظه در مشت‌های زمان فشرده تر می‌شد، اشکام آروم و بی صدا فرو می‌ریخت. سهراب نگاهی به صورتم انداخت و سکوت و وقیحانه جر داد. تو دیگه چرا گریه می‌کنی؟ تو که باید خوشحال باشی. احساس کردم این سهراب هیچ وقت ندیده و نمی‌شناسم. کلامش مسموم بود و هوا رو برای تنفس سنگین می‌کرد. برافروخته نگاش کردم و دست رویا رو گرفتم و با قهر از اونجا دور شدم. چرا فکر میکنه باید از مرگ ماهرخ خوشحال باشم و اشک نریزم؟ چرا نمیتونه احساسمو درک کنه؟ چه مزخرفاتی رو تو گوشم وزوز میکرد که ما بهتر از هر کسی حرف همو میفهمیم. آخه چرا نمیخواد حال روزمو بفهمه؟ لبریز از اندوه در کنار خیابون همونطور که از نفس افتاده بودم و اشکامو از آبرین پنهون میکردم، جلوی اولین تاکسی رو گرفتم. تا گلی خانومو نمیدیدم آروم نمیگرفتم. آدرس درست رفته بودم. گلی خانم خودش درو باز کرد. همراه با گریه‌های اون روی شونش اشک ریختم و کمی آروم شدم. چقدر اون و آقا ولی پیر و شکسته تر به نظر می رسیدن. انگار دیگه اون نشاط و سرزندگی رو در آقا ولی نمی دیدم. بعد از اینکه نشستیم گلی خانم غمگین گفت خدا بیامرز چند روز حالش خوب نبود. آوردیمش همینجا. هر شب دکتر می اومد بالای سرش. اون شب خیلی زجر کشید. سهراب طاقت نیاورد و بردش مریض خونه. بعد از کمی سکوت اندوهبار ادامه داد. وقتی تموم کرد دکتر گفت از اولم آبستن شدن براش خطر داشته و نمیدونسته. حالا هم این بچه بدون مادر جیگرم آتیش میزنه. چقدر اون نوزاد دختر شبیه مادرش بود. با اون چشمای آبی و موهای خرمایی رنگش دوباره چهره ماهرخ در نظرم تداعی شد. گلی خانم گفت میبینی چه ریزه میز است؟ گمونم 7-8 ماه دنیا اومده. با صدای باز و بسته شدن در خونه گلی خانم یقین داد که سهرابه. قبل از اینکه وارد اتاق بشه فوری بچه رو به دست گلی خانم سپردم. همون موقع رویا ذوق زده نزدیک گلی خانم نشسته گفت اسمش چیه؟ قبل از اینکه گلی خانم حرفی بزنه سهراب در آستانه در ظاهر شد و گفت ماهرخ. نگاه هم با نگاهش تلاقی کرد. غریب و ناآشنا شده بود. انگار من باعث مرگ ماهرخ شده بودم که اینطور رفتار میکرد. سری رو برگردوند. با کم محلی از درگاه اتاق دور میشد که گلی خانم با صدایی که به گوش اون برسه گفت بالاخره قبول کردی باید اسم مادرش براش بمونه؟ احساس کردم بیش از این موندنم حقارت محضه. همین که قصد بلند شدن کردم گلی خانم با تعجب گفت حداقل یه چیزی میخوردی. نگاه تو رو خدا دختر دست به چای میوه‌اش نزده. دیگه نمیخواستم یه لحظه هم در اونجا نفس بکشم. ممنون، خیلی کار دارم. باید برم. حتی برای خداحافظی هم خودشو نشون نداد. این همه درموندگی رو نمیتونستم تحمل کنم. کوهی از بغض بودم.
هرچی رویا برام حرف میزد و ذوق اون بچه ظریف و کوچیکو میکرد انگار نمیشنیدم. عصبی بی‌حوصله در حال باز کردن در اتاقم بودم که مشخاتون با کنجکاوی از دور براندازم کرد و مثل همیشه از دست پسرش گله‌مند بود. با لحنی شاکی گفت: پسره بیفکر تمام شیرینی ها رو خورد. اگه میشه امشب برای من شیرینی بپز. میخوام بذارم برای چند روز عید که رفت و آمد دارم. این پسره هیچی نمیفهمه. به سردی گفتم: تا ببینم. اگه تونستم باشه. اون شب حوصله شام درست کردن و حتی شام خوردنم نداشتم. یه تخم مرغ برای رویا نیمرو کردم و جلوش گذاشتم. در کنجی زانوهامو بغل کرده بودم و توی خودم فرو رفته بودم که رویا یه لقمه آورد و به زور تو دهنم گذاشت. اگرچه با خیال اون زندگی می‌کردم و دلم می‌خواست همه زندگیم باشه، ولی در دنیای واقعی هیچ وقت راضی به مرگ ماهرخ نبودم. با برخورد اون روز سهراب احساس کردم بهتره برای همیشه از خاطرم پاک بشه. اون دیگه سهراب 3 سال پیش یا حتی چند ماه پیشم نبود. دیگه اون نگاه در چشماش ندیدم. از فکر و خیال داشتم کلافه می شدم. برای رهایی از اون همه آشفتگی تصمیم گرفتم با مابقی موادی که مونده بود برای مشخاتون شیرینی درست کنم و خودم رو سرگرم کنم. شروع کردم به پختن. خیلی زیاد نشد. حداقل برای توقعی که اون داشت خوب بود. آخه مشخاتون فکر میکرد چون صاحب خونه هست باید اول از همه کار اون را بیفته. احساس میکردم با وجود تمام عذرخواهی‌هاش بازم فکر میکنه منتی بر من گذاشته از اینکه اجازه داده اونجا بمونم. وقتی کارم تموم شد کمی گوشه پرده را از جلوی پنجره کنار زدم و نگاهی به بیرون انداختم. چراغ اتاق مشخاتون هنوز روشن بود. چادرم رو پوشیدم و برای اینکه رویا بیدار نشه خیلی آروم از اتاق بیرون اومدم. محمد پسر مشخاتون در حالی که یه زیر پیراهنی به تن داشت در رو باز کرد. بعد از سلام دستم رو پیش بردم و ظرف شیرینی رو به طرفش گرفتم. چنان غضبناک نگاهش کردم که چشمم از حدقه بیرون زد. دستم. زبونم سنگین شد و نمیتونستم چند تا ناسزا که در خور اون بود بارش کنم و همینطور دستام کرخت شد و نمیتونست یه سیلی محکم زیر گوشش بخوابونه. فوری به اتاقم برگشتم. برافروخته شدن صورتم و داغی اون رو به وضوح حس میکردم. صدای کوبش قلبم هراسانگیز توی گوشم غوغا میکرد. انگار به حرف زری رسیدم که چقدر وجود یه مرد توی زندگی لازمه. وگرنه یه مشت پس فطرت مثل این اجازه زندگی کردن از آدم میگیرن. دلم میخواست برم دستمو بشورم تا اون حس کثیفی که هنوز روی اون بود پاک بشه. ولی دیگه جرئت نمیکردم پامو از اتاق بیرون بذارم. نای ایستادن نداشتم. همونجا پشت در زانو زدم. ضربه آرومی به در خورد. وحشت زده برگشتم و به در نگاه کردم. سایش از روی پرده مشخص بود. در باز نکردم. ولکن نبود و دوباره در زد. ترسیدم رویا بیدار بشه. آروم پرده رو کنار زدم. ظرف خالی شیرینی رو توی دستش دیدم. کمی لای در رو باز کردم و بدون اینکه نگاهش کنم دستم رو برای گرفتن ظرف پیش بردم. همین که وقاحت و پررویش رو بیش از حد دیدم بالاخره اون زبون ترسو و بی‌عرضه رو حرکتی دادم و در حالی که ظرف از دستش میقاپیدم به تندی گفتم: برو گم شو کثافت آشغال. محکم در کوبیدم تا مجبور بشه پاش از لای در برداره. به نظرم تنها از ترس اینکه کسی اونو ببینه و یا صدامو بلند کنم رفت. بی نهایت درمونده شده بودم. احساس بدبختی به همه زوایای درونیم رسوخ کرد. آهی سوزناک از سینم بلند شد. اون از برخورد سهراب، اینم از این. دیگه موندنم توی اون خونه به صلاح نبود. صبح از پشت پنجره کشیک دادم تا زمانی که مطمئن شدم اون آسمونجل کثیف از خونه بیرون رفت. وقتی در اتاق قفل می‌کردم، مشخاتون شروع به سوال جواب کرد که کجا میری و عاجزانه گفت: مگه قرار نشد ملافه‌های من علی رو هم بشوری؟ با بیمیلی گفتم: امروز نمیتونم. باشه یه وقت دیگه. خیلی مظلوم گفت: اگه خودم میتونستم به کسی التماس نمیکردم. دیگه حالم از اون با این پسر بزرگ کردنش به هم میخورد. پیرزن پول پرست. یکم از اون پولا رو بده به یه نفر تا برات کاراتو بکنه. فهمیدم. الان بهش حالی میکنم. همونطور که پشت به اون در حال رفتن بودم خیلی خونسرد بلند گفتم: 2 تومن میشه. فکر نمیکرد توقعی داشته باشم. ناباورانه گفت: چی؟ خیلی زیاده. ولی خب باشه. قبول دارم.
به شرط اینکه بعد از خوش شدن خودت برام لحاف‌ها رو هم ملافه کنی. فکر نمی‌کردم با این قیمت قبول کنه. تقریباً اندازه دستمزد خیاطی پوران بود. خواستم بهونه دیگه‌ای بیارم. معلوم بود خیلی احتیاج به کمک داره. 3 روز بیشتر به عید نمونده بود و کسی نمیتونست کمکش کنه. باز دلم به حالش سوخت. برگشتم، کیف چادرم رو داخل اتاق گذاشتم. بعد از اینکه ملافه‌ها رو شستم و روی بند پهن کردم، رفتم سراغ اصغر آقا. بقالی سر کوچه تا ببینم شاید جایی سراغ داشته باشه. مجبور شدم در مقابل سوال اصغر آقا براش توضیح بدم که به خاطر اجاره بالا قصد بلند شدن از خونه مشخاتون رو دارم. چند جا رو آدرس داد و رفتم. بیفایده بود، تا میفهمیدن تنها هستم قبول نمی‌کردن. به امید فروش مابقی علنگوهام، همین که میگفتم میتونم پول پیشو بیشتر بدم، مشکوک میشدن و با تردید نگاهم میکردن. ظهر خسته و ناامید با شکم گرسنه برگشتم. در حین خرید یک کاسه ماست اصغر آقا سوال کرد: بابا جون، بالاخره کارت شد؟ نه. دلسوزانه گفت: خدا بزرگه. اگه جایی رو پیدا کردم خبرت میکنم. هنوز سفره رو جمع نکرده بودم که شیرین اومد. هولکی ظرف خالی ماسخیا رو برداشتم و گوشه دور از چشم گذاشتم. خورده نونا رو برمی داشتم تا سفره رو جمع کنم که شیرین روبروم نشست و گفت: پری لباس رویا رو تموم کرده. چه خوب. راستش شاید خواستم همین امروز فردا از اینجا برم. دوباره چی شده؟ برای چی میخوای شب عیدی اسباب کشی کنی؟ یهو بی اختیار گفتم: آخه برادرم اصرار داره پیش اونا زندگی کنم تا مجبور نشم اجاره بدم. دختر چرا زودتر قبول نکردی؟ مگه خل شدی؟ با زحمت پول در میاری، خیلی راحت 2 دستی میدی به این مشخاتون پولکی. از اون خواستم طرز ملاف کردن لحافو یادم بده تا بتونم ملافه ها رو برای مشخاتون بدوزم. بی خودی دلم به حالش میسوخت. در ثانی نتونسته بودم جایی پیدا کنم و مجبور بودم اونو راضی نگه دارم. شیرین وقتی فهمید بلد نیستم ملافه رو به لحاف بدوزم، خندید و گفت: بلند شو بریم لحافا رو از مشخاتون بگیریم تا هم یادت بدم، هم یکم کمکت کنم. هر دو با هم به اتاق مشخاتون رفتیم. وقتی لحافا رو از اون تحویل گرفتیم، خودش رفت و توی اتاق پشت خوابید. اتاقش تو در تو بود. بعضی از اتاقهای اون خونه این خصوصیت رو داشتن که بابتشون اجاره بیشتری میگرفت. بعد از اینکه یاد گرفتم چطور ملافه رو بدوزم، شیرین کمی کمکم دوخت و گفت: من دیگه باید برم. باید همون پرده رو که صبح شستم زودتر بست کنم که اگه مصطفی اومد دید پنجره پرده نداره مکافات دارم. بعدم میخوام لباس بشورم. باید یه فکری هم برای شام بکنم. وای که اگه غذا آماده نبود مصیبت دنیا رو دارم. خوشحال بودم کمکم میکنه تا زودتر تموم بشه. شانس که ندارم. اینم همین حالا یه کامین کار ردیف کرد و تنهام گذاشت. تو هم با اون شوهرت. مرتب سوزن به دستم میرفت و انگشتم خسته میشد. مشخاتون بعد از بیدار شدن مشغول دم کردن چای شد و 2 استکان چای ریخت و تعارف کرد. دوختن ملافه رو بهونه کردم و نخوردم. دلم شور میزد. با وجود اینکه مطمئن بودم پسر شبها دیر به خونه میاد و هر شب صدای معترض مشخاتون رو به خاطر دیر اومدنش در می آورد، بازم میترسیدم سر کلش پیدا بشه. غروب بود که بالاخره دوختن ملافه ها تموم شد. رو به مشخاتون که در حیاط مقابل درگاه اتاق روی صندلی نشسته بود گفتم: مشخاتون بیا تموم شد. از جیب قباش 2 تومن بیرون آورد و به طرفم گرفت. چنان برافروخته شدم که دلم میخواست با همون لحاف خفش کنم. یهو یادم اومد این پیشنهاد برای ادب کردنش داده بودم. به سختی خودم رو کنترل کردم و خونسرد گفتم: بهتره بجاش برای آقام یه فاتحه بفرستید. با تعجب لبخند پک و پهن روی صورتش نشست و پول فوری توی جیبش قرار داد. ضمن بلند شدن از جاش، همونطور که برای آقا جونم طلب خدا بیامرزی میکرد گفت: خدا رحمتش کنه. خیر ببینی. اگه زحمتی نیست بذارشین توی پستو روی بقیه رخت خوابا. اولین لحافو گذاشتم و دومی رو هنوز درست سر جاش نذاشته بودم که صدای خشکی از لولای در بلند شد. به خیال اینکه مشخاتون داخل اومده گفتم: مشخاتون همینجا دیگه. وقتی برگشتم تا مشخاتون رو ببینم از ترس نزدیک بود پس بیفتم. پسر نکبتش بود. با لبخند وقیحی به طرفم اومد و گفت: جاش عالیه. همون موقع صدای رویا از اتاق جلویی اومد. با گریه دنبالم میگشت. حواسش به صدای رویا رفت و دستشو انداخت. فوری از مقابلش فرار کردم و رویا رو زیر بغل زدم و از اتاق بیرون اومدم. مشخاتون روی صندلی نبود. پری و شیرین مشغول لباس شستن بودن.
هر دو با تعجب نگاهم کردن. شیرین پرسید چیه؟ چرا رنگت پریده؟ چیزی نیست. مشخاتون کجاست؟ گمونم رفت مسترا. نگفتی چی شده؟ نگاهی به پری انداختم. کم مونده بود همینو بفهمن تا حسابی برام حرف در بیارن. کلمات به موقع روی زبونم چیده شد. وقتی رویا با گریه اومد ترسیدم. فکر کردم اتفاقی براش افتاده. ای بابا، تو که خودتو به خاطر بچه میکشی. خوش به حال خودم که بچه ندارم. به اتاقم رفتم. سر و روی رویا رو تونتون میبوسیدم. اونم ذوق زده خودشو برام لوس میکرد و بیشتر به بغلم میچسبید. رویا فرشته نجاتم بود تا دست کثیف اون به من نخوره. آرزو کردم هیچ وقت فرهاد اونو از من نگیره. هر بوسه‌ای که میکردم اشکام میریخت. با دستهای کوچیکش صورتمو پاک کرد و گفت مامان برای چی گریه میکنی؟ من دیگه گریه نمیکنم. آخه وقتی بیدار شدم اتاق تاریک بود. توی حیاطم نبودی. ترسیدم. خاله شیرین گفت برو اتاق مشخاتون. مامانت اونجاست. مامان به قربونت بشه. دیگه گریه نمیکنم. همین فردا صبح میخوام ببرمت خونه دایی سجاد که ببینی چه دایی خوب و مردی داری. رویا با خوشحالی لباساشو عوض کرد. کسی رو توی حیاط ندیدم. فوری در اتاق قفل کردم و رفتیم. با تعویض 2-3 تا تاکسی توی مسیر بالاخره به بازار رسیدیم. سجاد توی حجره نبود. وقتی از شاگردش سراغ اونو گرفتم، سری در اطراف چرخونده گفت باید همین دور و برا باشه. هنوز حرفش تموم نشده بود که از دور سجادو دیدم. تا چشمش به من افتاد قدمهاشو سریعتر برداشت و با خوشحالی خیلی گرم به استقبالم اومد. نگاه خیره‌ای به پرده اشک روی چشمام انداخت و با تعجب گفت چی شده؟ باید دست از کینه و لجبازی بر می داشتم. حضورشو توی زندگیم می خواستم. بی اختیار اشکام ریخت. دستمو گرفت و به داخل حجره کشید. با نگرانی گفت چرا گریه می کنی؟ جلو مردم زشته. حرف بزن ببینم چی شده. خیلی دلم می خواست همه چیزو براش بگم. فقط گفتم مجبورم. خیره نگام کرد و گفت پس بالاخره فهمیدی. قدمت روی چشم. بابت کمک‌هاش توی اون مدت از اون تشکر کردم و با افسوس گفت در مقابل کاری که با تو شد هیچه. شاگردش برامون چای می آورد که مشمرادم اومد. میدونستم اون به هوای آقا جون سری به سجاد میزنه و حالی از اون میپرسه. تا چشمش به من افتاد خوشحال احوال پرسی کرد. وقتی سجاد موضوع رو براش گفت که تصمیم دارم پیش اونا زندگی کنم، مشمراد سرشو با تأسف تکون داد. انگار میخواست به اون حالی کنه که چه اشتباه بزرگی در حق من کرده. سجاد دستی سر زانوی مشمراد گذاشت و گفت مشمراد کاریه که شده. اگه قبول کنه تا آخر عمر نوکریشو میکنم. حالا اگه زحمتی نیست باهاش برو وسایلشو بیار خونه ما. باید به مریم خبر بدم تا یه اتاق خوب برات آماده کنه. یا اگه میخوای خودت برو هر کدوم دوست داشتی بردار. سجاد از خوشحالی نمیدونست چی کار کنه. خون آقا جون توی رگ‌هاش بود. با همون خصلت‌های خوب و مردونه. وقتی رفتار سجادو میدیدم انگار زندگی بروم لبخند میزد. وجود اون برام لازم بود تا بتونم خودمو از جلوی چشم آدم‌های کثیفی مثل پسر مشخاتون دور کنم. مشمراد مثل همیشه عجله داشت. مدام میگفت دختر زودتر بلند شو تا بریم. باید از این سر شهر بریم اون سر شهر. فهمیدم از زبون زری شنیده بود کجا زندگی میکنم. سوار درشکه شدم و سرمو به پشتی کهنش تکیه دادم. اون درشکه به قدر یاد آقا جونمو زنده میکرد که انگار اونو در کنارم میدیدم. هر روز صبح با همین درشکه به کارگاه میرفت. مشمراد واقعا خدمتگزار وفاداری بود. لحظه به لحظه اون روزا پیش چشمم اومد. نگاهی به اطراف انداختم. دیگه درشکه‌ای به چشم نمیخورد. انگار تنها درشکه‌چی باقی مونده مشمراد بود که به تنهایی با درشکش خیابونا رو طی می‌کرد. خیابونایی که حالا پر از پیکرای آهنی شده بود. پیکرایی که سنگدلانه برای آلوده کردن هوا در تلاش بودن. با هر چرخش چرخ درشکه به اون محله نزدیکتر می‌شدیم. آدرس کوچه رو به مشمراد دادم. سر کوچه نگه داشت و گفت تا وسایلتو جمع می‌کنی برم یه گاری پیدا کنم که بتونم اونا رو بیارم سر کوچه. با خنده ادامه داد من دیگه مشمراد قدیم نیستم. خیلی کم خنده اونو دیده بودم. حدس زدم خوشحاله از این که به جای اون روز کمکم میکنه. وارد حیاط شدم. قوقایی بود. همه مشغول شستشو و خونه تکونی بودن. سر صدای بچه‌ها چنان به اوج رسیده بود که صدای قرولند و اعتراضهای مشخاتون توی اونا گم میشد.
افسانه همونطور که فرشو میتکون تا چشمش به من افتاد رو برگردوند. شیرین رو ندیدم. به اتاقم رفتم و تونتون وسایل جمع کردم و آماده وسط اتاق گذاشتم. باید پیش مشخاتون میرفتم. مثل همیشه روی صندلیش نشسته بود. وقتی از رفتنم براش گفتم با تعجب گفت به سلامتی کجا شب عیدی؟ خونه برادرم. بیمیل گفت پس صبر کن تا پول پیش اتاقو بیارم. در حال بلند شدن سرسنگین ادامه داد باید از قبل میگفتی تا کسی رو جات پیدا کنم. با لبخند جواب تبسم خاله قزبسو که جلوی در اتاقش در حال گردگیری ظرفای سفالی ترشی بود دادم. سراغ شیرین رفتم. منیر همونطور که نخ اصلاح دور گردنش بود از پنجره اتاق خودش سرک کشید و گفت شیرین تو اتاق پریه. در اتاق پری باز بود. ضمن سلام وارد شدم و رفتنم و به شیرین خبر دادم. پری میون حرف اومد و گفت لباس رویا تموم شده. بیا تنش کن ببین ایرادی نداشته باشه. کمک کردم تا رویا لباسو بپوشه. به محض بستن دکمه ها شروع به چرخیدن کرد تا چین دامنش که به زانوهاش میرسید بالا بیاد. با اون لباس صورتی گلریز که پری حسابی پرچینش کرده بود و موهای فر طلاییش مثل فرشته‌ای خودنمایی میکرد. خیالم راحت بود که قبلا بابت دستمزد شیرینی پخته بودم. پری اتوی زغالی رو از روی لباس دوخته شده شیرین کنار گذاشت و به طرفم اومد. آروم دستمو گرفت و گفت تو رو خدا حلالم کن. گله‌ای از من به دل نداشته باش. صدای مشمراد شنیدم. از همسایه‌ها سراغمو میگرفت. با لبخند به گرمی دست پری رو فشردم و فوری پیش مشمراد رفتم. با کمک هم وسایل روی گاری گذاشتیم. مشخاتون صدام کرد و پول داد و حلال بودی طلبید. همسایه‌ها یکی یکی اومدن و از اونا خداحافظی کردم، اما افسانه به اتاقش رفت. وقتی با استقبال گرم مریم روبرو شدم، حدس زدم از قبل توسط سجاد باخبر شده و خودشو آماده کرده. دیگه از اون مریم کمرباریک و با نمک خبری نبود. به دنیا آوردن 2 پسر پشت سر هم حسابی هیکلشو خراب کرده و پوست لطیفش پر از لک شده بود. هرچند به خاطر برادرش دلخوشی از اون خانواده نداشتم، اما روبرو شدن با اون بهتر از موقعیتی بود که در خونه مشخاتون داشتم. فقط دعا می‌کردم این همه عزت و احترام مریم به خاطر عبدالرحمن نباشه. کلفت مریم براش خونی تکونی می‌کرد و حسابی همه جا به هم ریخته و شلوغ بود. با این حال مریم از اون خواست اول وسایل منو توی اتاق بچینه. محمد و علی بچه‌های سجاد رو بغل کردم. با من غریبی می‌کردن. به نظرم اومد هر دو شبیه سجاد هستن. دعا کردم اخلاقشون هم به سجاد بره، نه به اون دایی حق بازشون. مریم ضمن پذیرایی و تعریف از این ور اونور هر از گاهی در مورد عبدالرحمن کارهاش توضیحاتی میداد و با دقت عکس‌العمل منو زیر نظر داشت. ظهر تقریباً همه خونه مرتب شده بود و از ریخت و پاش صبح خبری نبود. سجاد به اتاقم اومد و گفت زود بیا که غذا سرد میشه. کباب و نون سنگک خریده بود. مریم هم با کاسه های ماست خیار و ظرف تربچه و ریحون سفره رو زینت داد. همه دور سفره نشستیم. مریم و سجاد سعی می‌کردن حسابی از من پذیرایی کنن. بعد از نهار مریم توی یه سینی برنجی با قندونی از همون جنس سینی و استکون‌های کمرباریک چای آورد. سجاد هم در بالای اتاق دراز کشید تا کمی استراحت کنه. مریم بچه‌ها رو برای بازی به اتاق دیگه‌ای فرستاد. بعد از ظهر وقتی سجاد رفت مریم به اتاقم اومد و گفت قرار خانم طلا بیاد. اگه میخوای تو هم به اون اتاق بیا تا تو رو هم اصلاح کنه. نه ممنون. آخه چند ماه اصلاح نکردم. خیلی مشخص میشه با جلوی سجاد خجالت میکشم. کمی دراز کشیدم. یه لحظه چشمام گرم شد که با صدای آشنایی که از حیاط به گوش میرسید بیدار شدم. صدای مهرانگیز بود. به محض اینکه نشستم داخل اومد. شاد و خندون گفت تو از رسول شنیدم از خوشحالی همه کارا رو ول کردم و اومدم. خوب کاری کردی. این کارو باید از اول میکردی. همین که طلا خانم اومد مهرانگیزم به قصد اصلاح کردن موندگار شد. بعد از کلی ذوق به خاطر اومدنم تا چشمش به روی افتاد به افسوس گفت باید حق تو ازش میگرفتی. نه اینکه پس انداختشم دنبالت میکشوندی. آبجی تو رو خدا تمومش کن. کدوم حق؟ دوباره شروع کردی؟ خودت هم خوب میدونی که کار احمقانه‌ای کردی. هنوز در این باره بحث میکرد که شکر خدا مریم صداش کرد و رفت. سر سفره 7 سین حال غریبی داشتم. دلم برای عزیز آقا جون و خونه خودمون بیتابی میکرد.
علیرغم تلاشی که برای فراموش کردن سهراب داشتم، دلم براش پر میزد. انگار با کم محلیش حریص‌تر شده بودم و بیشتر از قبل دلتنگی میکردم. همونطور که یکی از ستاره‌های چوبی رو توی مشتم نگه داشته بودم، انتظار لحظه تحویل سالو میکشیدم. روز دوم عید یوسف و اشرف به همراه محمود پسر توپل عزیز کردهشون اومدن. من و اشرف ذوق زده همدیگر رو به بغل گرفته و روبوسی میکردیم که گفتم چیکار کردی؟ چرا اینقدر چاق شدی؟ بهتره از این آقا داداشت بپرسی. فکر میکنه اگه یه کمی کمتر بخورم پسرش از بیشیری تلف میشه. همونطور که نگاه هم میکرد خنده از لبش محو شد و آروم گفت تو چی کار میکنی؟ دلم برات یه ذره. یوسف فوری به بهونه احوال پرسی دستشو به طرفم دراز کرد و گفت اشرف بس دیگه، نوبت منه. به محض اینکه صورت یوسفو بوسیدم، دستشو دور شونم حلقه کرد و با آغوش طولانیش خواست که از من دلجویی کنه. انگار میخواست بفهمونه که چقدر برام متاسفه. احساس کردم برای لحظه‌ای به خونه خودمون رفتیم و خودمو در بغل آقا جون حس کردم. ساعتی از نشستن اونا نمیگذشت که یوسف حرف رضا و منیژه رو وسط کشید. سعی میکرد به خاطر مریم طرف صحبتش رو بیشتر منیژه قرار بده. میگفت باید هر طوری شده منیژه رو پیدا کنیم. شاید از طریق دانیال و شهناز بشه یه کاری کرد. در ادامه گله‌مند از دست سجاد میگفت با سادگی که تو کردی و باعث شدی اختیار همه چی به اون بدیم، قانونا نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. کنجکاوی اشرف در مورد رویا باعث شد تا سرگذشت اونو براش تعریف کنم. یوسف و سجاد مشغول بحث بودن. من و اشرفم بعد از ساعتی تعریف کردن به آشپزخونه رفتیم تا به مریم کمک کنیم. مریم از من خواست بشقاب‌های چینی گل سرخ و دستمال بکشم. اشرف همونطور که با نعنای خشک روی کاسه‌های ماست رو تزیین می‌کرد گفت عصر میخوام برم دیدن زری، شما هم بیاید تا با هم بریم. مریم گفت من نمیتونم بیام. آخه امشب آقا مینا قراره بیان. هراسون برای فرار از جلوی چشم عبدالرحمن فوری گفتم من همراهت میام. روز قبل هم که مریم قصد عید مبارکی خونه پدرشو داشت، به بهونه رفتن به خونه مهرانگیز همراهشون نرفتم. موقع خوردن ناهار اشرف رو به یوسف گفت امروز میخوام برم دیدن زری. یوسف خیره نگاش کرد و گفت صبر کن عرق راحت خشک بشه بعد راه بیافت این خونه و اون خونه سلام. اشرف با لحنی دلگیر و آروم گفت استراحت که کردی اون وقت میریم. من تا فردا صبحم خستگیم در نمیره. اشرف به حالت قهر سکوت کرد و بقیه غذاشو با بیمیلی خورد. بعد از ظهر به اتاقم اومد و گفت بلند شو زود آماده شو. یوسف میخواد ببرتمون خونه زری. با لبخند نگاش کردم و گفتم آخر کار خودت کردی؟ چجوری راضی شد بریم؟ یواش گفت هیچی. فقط یکم چاشنی قهرمو زیاد کردم و شلیک خندمون به هوا رفت. همون موقع یوسف که آماده رفتن بود از لای در سرک کشید و گفت اگه میخواید همینطور برای خودتون بخندید و معطل کنید تا من برم. یه جا کار دارم. اشرف با نگاه به من فهمون تا همه چیز خراب نشده عجله کنم. رویا فوری لباسش پوشید و شروع به چرخیدن کرد. وقتی موهای اونو میبافتم اشرف که آماده شده بود داخل اومد و با ذوق نگاهی به رویا انداخت و گفت دختر خیلی خوبه نه؟ با خنده گفتم نکنه هوس یکی دیگه کردی؟ اگه یوسف قبول میکرد چرا که نه؟ خیلی دختر دوست دارم. با تعارف آقا مرتضی داخل رفتیم. زری از دیدنمون خوشحال شد و به گرمی از ما استقبال کرد. یوسف قصد رفتن داشت که با اصرار آقا مرتضی در ماشین رو قفل کرد و داخل اومد. کمی بعد از نشستن اشرف یه قواره پارچه و کمی نبات و زعفران جلوی زری گذاشت و گفت ناقابل تبرک شده است. همیشه میگفت زری موقع عروسی در حقش مثل یه مادر بوده و مدیونشه. یوسف از آقا مرتضی راجع به کارهای کارگاه سوال میکرد و ما هم غرق صحبتهای زنونه خودمون بودیم. زری خیلی خوشحال بود از اینکه به خونه سجاد رفتم. اونقدر صحبتهای ما از این طرف و اون طرف کشدار شد که صبر یوسف سر اومد و با اشاره از اشرف خواست تا بلند شیم. توی راه برگشت به خونه سجاد اشرف همونطور که روی صندلی جلو نشسته بود کمی به طرف عقب برگشت و رو به من گفت حواست بود که رویا چقدر هوای محمودو داشت؟ انگار زیاد با پسر زری سازگاری نداره. برعکس تا دیروز تنها همبازیش محمد بود. حالا که چشمش به پسر داییش افتاده با اون لج شده. با گفتن کلمه دایی یوسف از آینه نگاهی به من انداخت و به استهزا لبخندی زد. آروم انگشتم رو روی شونش فشار دادم و گفتم مگه چیه؟
باید قبول کنی. سجاد قبول کرد و تو هم باید. فکر همه چی رو کردی. اگه کسی اینجوری قبولت نکرد چی؟ با ترش‌رویی گفتم تو هم که از راه نرسیده فکر خیالایی داری. همه امیدم تو بودی. انگار اشتباه کردم. همون موقع یوسف دستاش از روی فرمون برداشت و بالا نگه داشت و گفت باشه تسلیم. من دیگه حرفی نمیزنم. خودت میدونی. اشرف هراسون گفت مواظب باش فرمونو بگیر. یه دفعه تصادف میکنی. یوسف ضمن گرفتن فرمون نیشگونی از گونه اشرف گرفت و گفت مگه شما برای آدم حواس میذارید؟ اشرف با غیظی که بیشتر حالت اشوه داشت دستی به موهای خودش کشید و گفت یوسف زشته. درست بشین. تو خیابون که جای شوخی کردن نیست. عبدالرحمن در رو برامون باز کرد و حالم گرفته شد. تا چشمش به یوسف افتاد به گرمی سلام و احوال پرسی کرد و برای روبوسی به طرفش رفت. از برخورد سرد یوسف فهمیدم اونم دیگه همچین دل خوشی از این خانواده نداره. روبرو شدن با خانواده مریم همه خوشی اون روزمو گرفت. اما به محض اینکه نشستیم سجاد با یه خبر خوب غافلگیرمون کرد. همین نیم ساعت پیش از خونه دکتر خبر آوردن که شهناز و دانیال قصد اومدن دارن و آخر همین هفته اینجا هستن. از خوشحالی تو پوستم نمی گنجیدم. ذوق زده با اشرف می خندیدیم و به نگاه‌های گاه و بیگاه عبدالرحمن اهمیتی نمی دادم. با حالی خوش همراه اشرف به اتاقم رفتم و تا موقع شام با حرف زدن برای اشرف و بازی با محمود خودمو سرگرم کردم. وقتی یوسف برای پهن کردن سفره و کمک به مریم صدامون کرد، سردرد و بهونه کردم و برای شام خوردن هم بیرون نرفتم. اونا علت بهونه‌مو میدونستن و اصراری برای حضورم توی اون جمع نمی‌کردن. یوسف که قصد داشت 2 روز دیگه برگرده، تصمیمش به واسطه سجاد عوض شد و گفت حالا که این آبجی کوچیکه تحتقاری آقام داره میاد، کاروبار رو ولش. اشرف خانم خیالت تخت. تا آخر عید میمونیم و قید کار و کاسبی رو میزنیم. در تموم مهمونی‌ها و رفت و اومدها حرف از اومدن شهناز بود. سجاد کارگراشو خبر کرد تا باغو تمیز کنن. همون باغی که طبق خواست آقا جون به یوسف و سجاد رسید. باغی که تمام تابستون‌های دوران کودکیمون رو توی اون گذرونده بودیم. بیشتر اوقات خانواده مشرحمان هم در جمع ما حضور داشتن و همیشه مشمراد خانواده‌اش در کنارمون بودن. سجاد یه گوسفند خرید گوشه حیاط بست. صدای بعبع کردنش خواب و خوراک از همه گرفته بود. شاهد قرولندهای مریم به سجاد بابت زود خریدن گوسفند که چطور حیاطو به گند زده بودم. روز موعود فرا رسید و همگی برای دیدن شهناز به خونه دکتر رفتیم. دکتر با خوشرویی از ما استقبال کرد. به دنبال شهناز و دانیال به حیاط اومدن. شهناز که حسابی آب و هوای فرنگ به اون ساخته و توپل مپل و ترگل ورگل شده بود. دانیال هم همینطور. آب زیر پوستش رفته بود و صورتش پر و هیکل خوبی هم به هم زده بود. طرز برخوردشون نشون میداد که اصالت خودشون از دست ندادن و مثل قبل رفتار میکردن. دیدن اون نوزاد 3 ماهه همه ما رو متعجب کرد. ذوق زده بغلش کردم و گفتم شهناز بچه توئه؟ بله. تو رو خدا میبینی اصلا شکل من نشده. اسمش چیه؟ ارسلان. قیافش خیلی به دکتر رفته بود. پوست گندمگونی داشت. مخصوصا بینی قلمیش مثل بینی دکتر شده بود. سر صدایی بود. هر کس سوالی از اونو میکرد و از چیزی با خبر میشد و اونا هم به همین شکل. شهناز گاهی با تعجب به رویا که از کنارم تکون نمیخورد نگاه میکرد. آخرش تحمل نکرد و آروم نزدیک گوشم گفت این مو قشنگه دختر کیه؟ خیال کن دختر منه. ماجراش طولانیه. سر فرصت تعریف میکنم. موقع خدافزی سجاد اونا رو برای رفتن به باغ و موندن تا روز 13 دعوت کرد. خوشبختانه برای خانواده مریم از شهرستان مهمون اومده بود و نمیتونستن همراه ما بیان. از گرگومیش صبح مریم با کمک کلفتش وسایل برای رفتن به باغ با سر و صدا جمع میکردن که از خواب بیدار شدم. چند دست لباس برای خودم و رویا کنار گذاشتم. چشمم به شاهنامه افتاد. به آرومی دست روی اون کشیدم. تپشی غمگین قلبمو لرزوند. هر چقدر سعی میکردم وانمود به خوشی کنم اما دلتنگی نمیذاشت اون سهرابی رو که قبلا میشناختم فراموش کنم. حس سماجتی در درونم لحظه به لحظه بیشتر اونو طلب میکرد و آرزو داشت وجود نابش رو لمس کنه. به خیال خودم قبطه میخوردم. کتابو با لب و لوچه آویزون بین لباسهایی که میخواستم ببرم جا دادم. منم مثل بقیه. دلم میخواد همراه کسی که دوستش دارم به باغ برم و تفریح کنم.
حداقل دستخطش آرومم میکنه. اشرف که تازه از خواب بیدار شده بود داخل اومد و گفت چی شده؟ چرا بالای سر این لباسا غمبرک زدی؟ گره بخچه رو بستم و گفتم هیچی، تو فکر بودم چیزی جا نمونه. شونه انداخت و گفت خدا کنه همین که میگی باشه. بلند شو. یوسف رفته کله پاچه خریده. دیوونم کرده بس که میگه زودتر همه رو جمع کن تا بریم. به محض اینکه وارد باغ شدیم یوسف فوری روی ایوون جلوی ساختمان باغ فرشی پهن کرد و مشغول آماده کردن وسایل صبحانه شد. وقتی شور و حالش رو دیدم با وجود اینکه خیلی میل به خوردن کله پاچه نداشتم برای اینکه توی ذوقش نزده باشم چند لقمه خوردم. قبل از ظهر شهناز و دانیال به همراه دکتر اومدن. جلوی پای اونا گوسفند و زمین زدن و سر باریدن. سعی می‌کردم خودم رو خوشحال نشون بدم. البته به خاطر خوشبختی خواهرم از ته دل خوشحال بودم. ولی چرا یگانه خالق هستی باید تا این حد تفاوت تو سرنوشت دوتا خواهر قائل بشه؟ حتی دختری رو که اینقدر به اون علاقه پیدا کرده بودم نباید مال خودم باشه. اونجا همه پسر داشتن. اون وقت فرهاد خان در حسرت داشتن یکی از اونا بود. نمیدونم چه حکمتی تو کاره. به هر حال از اون ممنون بودم که دوباره در جمع اونا حضور داشتم و توی شادیشون شریک بودم. مردا مشغول درست کردن کباب شدن. زنا روی ایوون دور شهناز جمع بودن و تعریف میکردن. مهرانگیز به اون میگفت حیف اون موهای بلنده، چرا موهاتو کوتاه کردی؟ دانیال اینطوری بیشتر دوست داره. تو هم دیگه خیلی خودتو دستش دادی. رفتار دانیال با شهناز و ارسلان خیلی خوب بود. اونقدر که پشت سرش یوسف و سجاد سر به سر شهناز میذاشتن و میگفتن چقدر بدبخت و زنزلیل شده. با هر صدای گریه ارسلان فوری بلند میشد و نمیذاشت شهناز تکون بخوره. موقع خوردن نهار به دلیل گرمای آفتاب داخل ساختمون رفتیم و سفره بلند و رنگارنگی رو پهن کردن. روی دیس‌های پلو با برنج زعفرون زده تزیین شده بود. ظرفای کباب و ماست، دوغ محلی، ترشی و سبزی هم زینت بخش بقیه سفره بودن. بعد از خوردن غذا مردها هر کدوم گوشه‌ای خوابیدن. شهنازم ارسلانو که خواب بود به دانیال سپرد و با اشاره از من خواست همراهش برم. اشرف و مریم و مهرانگیزم هنوز حرفاشون تموم نشده بود. خواستم رویا رو صدا کنم، شهناز نذاشت و گفت ولش کن، بیا تنهایی بریم. حالا همه بچه‌ها دنبالمون راه میافتن. بچه‌های مهرانگیز رو نمیشناسی چه آتش‌بارایی هستن. مخصوصاً گیسو. کنار پسرا بزرگ شده و از همه اونا بیشتر آتش میسوزونه. اصلا بیا ببینم این دختره کیه که اینقدر براش دل میسوزونی. قدم زنان راه افتادیم. باغ پر بود از درخت‌های میوه که در اون موقع تنها شکوفه‌های اونا به چشم می‌خورد. واقعاً زیبایی بهار بی‌نظیره. دست تو دست خواهرم، بهترین مونس خونه پدری، بهترین یار دوران کودکی پیش می‌رفتیم و از منظره باغ لذت می‌بردیم. وقتی شهناز دست کرد و یکی از شکوفه‌های سیبو چید، با حالتی شوخ گفتم یادم باشه به سجاد بگم وقتی میخواد میوه‌هاشو تقسیم کنه یه سهم از مال تو کم کنه. خنده کنان روی تخت سنگی نشستیم. چشم به اون جوی کنار پامون دوختیم. پاهامونو درون آب گذاشتیم. همونطور که از خنکای آب لذت میبردیم شهناز گفت یه چیزایی از آبجی مهرانگیز شنیدم اما دلم میخواد خودت برام تعریف کنی. اول از همه براش از سهراب گفتم. از اون عشق راستین و پرشوری که داشتیم تعریف کردم و اینکه چطور شوهر منیژه گوش سجاد رو بر علیه اون پر کرد و با چه وضعی من راهی خونه فرهاد خان کردن. براش از هوو گفتم، از این شراکت نفرت انگیز و تحمل بی‌حرمتی ها. از خانواده سهراب توی اون باغ گفتم که مثل نوشدارو بعد از مرگ آرزوها سر راه هم قرار گرفتن. از رویا گفتم اینکه چطور در اوج تنهایی و بیکسی در کنارش به آرامش میرسیدم و غم و اندوه هم برای لحظاتی از یاد میبردم. و فربد که هم وجودش و هم مرگش جگر ما آتیش زد. و در نهایت اون مرگ جگرسوز باعث طلاق و جداییم از اون بخت اجباری شد. بعدم از خونه مشخاتون گفتم و علت این که مجبور شدم پیش سجاد زندگی کنم و براش تعریف کردم. وقتی به صورت شهناز نگاه کردم داشت گریه میکرد و برام اشک میریخت. با اندوه گفتم برای همینه که دلم نمیخواد چیزی تعریف کنم. غیر از ناراحت شدن کاری از دست کسی بر نمیاد. چرا بر نمیاد؟ اگه بخوای من و دانیال میتونیم کمکت کنیم. راستش یکی از دوستای دانیال بهش سفارش کرده تا یه دختر خوب تو ایران براش پیدا کنه. عاشق دخترای اینجاست. دانیالم از وقتی ماجرای تو رو فهمیده چند بار بهم گفته.
پسر خوبیه. آلمانیه. چند سالی میشه که توی انگلیس زندگی میکنه. زودتر از دانیال درسش تموم میشه. اگه ببینیش حتما قبول میکنی. قشنگتر و خوش‌هیکل‌تر از یوسف خودمونه. حاضر بیاد همینجا زندگی کنه. فارسی رو هم تقریبا خوب میتونه حرف بزنه. نظرت چیه؟ خیره نگاش کردم و گفتم انگار نفهمیدی. گفتم که به خاطر سهراب نمیخواستم. مگه نمیگی زنگ گرفته؟ خب چرا؟ ولی همین که خواستم از مرگ ماهرخ بگم متوجه شدم یوسف به طرفمون میاد. خوب که نزدیک شد با حالتی تند و عصبی گفت شهناز خانم به جای حرف زدن بی زحمت بیا برو بچه‌تو آروم کن. نذاش یه خواب راحت بکنم. این دانیالم دیگه شورشو درآورده. هرچی میگم شهنازو صدا کن به روی خودش نمیاره. هر کاری میکنه آروم نمیشه. معلومه حواستون کجاست که اصلا صداشو نشنیدید؟ شهناز از اینکه یوسف اینطور در مورد شوهرش حرف زد با غیظ جلوتر از ما راه افتاد. همین که نزدیک شدیم صدای گریه و ناله رویا رو شنیدم. هراسون گفتم رویا برای چی گریه میکنه؟ چی شده؟ یوسف خونسرد گفت حتما زمین خورده. صبر نکردم با دلشوره به طرف بچه‌ها دویدم. همین که زخم مچ پای رویا رو دیدم هول کردم و بعد جوری دلم ریش شد. دستپاچه میخواستم برای تمیز کردن زخم کاری بکنم که دکتر از رانندش خواست تا از داخل ماشین وسایلشو بیاره. بعد از پانسمان گفت زخمش خیلی عمیق نیست. نترس زود خوب میشه. هنوز دستپاچه بودم و نمیفهمیدم چی کار میکنم. برای همه اونا مخصوصا یوسف ثابت شد که چقدر به رویا علاقه دارم. از کنار اون تکون نمیخوردم که مبادا دوباره بلایی سرش بیاد. برای اینکه هوس بازی نکنه اونو داخل ساختمون بردم تا توی یکی از اتاقها کمی استراحت کنه. خودم هم کنارش دراز کشیدم. بلکه با خوندن از روی اون کتاب شاهنامه سرگرمش کنم. ناگفته نمونه که خیلی زود چشمای خودم گرم شد و خوابم برد. رویا خانومم راحت و بی دردسر از کنارم بلند میشه و برای بازی پیش بچه‌ها میره. با تکونای شهناز بیدار شدم. بلند شو شام بخور. سفره انداختن. در همون حین کتاب از دستم قاپید و نگاهی مشکوک به اون انداخت و با لحنی شوخ گفت از همون کتابای سفارشیه نه؟ با لبخند جوابشو دادم که گفت فعلا بیا بریم شام بخوریم. بعد باید مفصل برام از این آقا سهراب بگی. قدم زنان همونطور که به طرف ته باغ میرفتیم تمام اون چرا که باید درباره سهراب بدونه براش گفتم. این که دیگه از اون عشق سوزان خبری نیست و انگار فراموش کرده روزی به چشمش بهترین بودم. انگار هیچ وقت شهبانی وجود نداشته. یادش رفته با چه شور و حرارتی برام از عشق و دوست داشتم میگفت و باعث میشد همه وجودم در پنجه احساس قرار بگیره. در عین حالی که به قلبم قوت میداد از هیجان اشک به چشمام می آورد و حالا خیلی راحت خودشو کنار کشیده. با بغض ادامه دادم توقع داشت اونو با ماهرخ در کنار هم قبول کنم. شهناز ایستاد و با اندوه به چشمام زل زد و بعد آروم گفت ولی شهبانو اگه اینطوری که تو میگی واقعا همه چی رو فراموش کرده باشه نمیشه که تا ابد به پاش بسوزی. خیلی از مردا همینطورین. فقط وانمود به عاشق شدن میکنن. همین که چشمشون به یکی دیگه میخوره همه چی یادشون میره. اونا مثل ما نیستن که به خاطر وفاداری پای همه چی وایسن. یهو تمام عقده‌های جمع شده توی سینم طغیان کرد و آتشی زیر خاکسترهای رسوب شده توی قلبم روشن شد. با فریاد اشکریزان در حالی که دستام میلرزید واژه‌ها با صدای خفه‌ای از دهنم خارج شد. شهناز باور کن. عشق اون واقعی بود. سهراب از اونایی که فکر میکنی نبود و باورم ندارم که باشه. هر چقدرم عشقمون در نظرش ناچیز شده باشه هنوز هم برای من به همون اندازه ارزش داره. بدون اون ناگهان غباری جلوی چشمامو گرفت. زانوهام نای ایستادن نداشتن. همه چیز از پس مه می دیدم. یه لحظه دانیال دیدم که از دور به طرفمون می اومد. انگار صدای گریه هامو شنیده بود. صداشونو میشنیدم و نمیشنیدم. اونا رو درست نمیدیدم. دانیال از زمین بلندم کرد. همین که دید نمیتونم روی پاهام بایستم، فوری بغلم کرد و به طرف ساختمون رفت. همه اونا رو از پشت ابری مه‌آلود میدیدم. بیشتر از همه صدای فریادهای یوسف به گوشم میرسید. انگار داشت به رضا، به فرهاد ناسزا میگفت. وقتی حال خودم رو فهمیدم، در بغل مهرانگیز بودم و همه اونا با نگرانی اطرافم نشسته بودن. هیچ کس حرفی نمیزد و تنها من بودم که با صدای بلند گریه میکردم. یوسف برافروخته کنارم زانو زد. همه چی تموم شد.
دیگه نمیذارم قصه بخوری. آروم باش. گریه نکن. انگار شهناز براشون گفته بود که با یادآوری گذشتم تو خونه فرهاد خان از ناراحتی حالم اینطوری میشه. از اون روز شهناز دیگه حرفی در مورد سهراب نزد و سعی میکرد با تعریف‌های دیگه مخصوصاً زندگی آدم‌های فرنگ حال روحیه‌مون عوض کنه. به نظر تلاش میکرد تا فکر سهراب از سرم بپره. تعطیلات عید و 13 اون هم تموم شد و یوسف عجله داشت تا مستقیم راهی مشهد بشه. توی اون چند روز محمود حسابی به ما عادت کرده بود. دل کندن از اون برامون سخت بود. بغل همه یکی یکی میچرخید و هر کس چند بوسه به گونه‌های توپل سرخش میزد. یوسف موقع خدافزی سرش به گوشم نزدیک کرد و گفت زود برمیگردم. قصه هیچی رو نخور. خیالت راحت. من پشتتم. شهناز عکس دوست دانیال همراهش آورده بود. قبل از شام به اتاقم اومد و گفت شهبانو بیا خودت ببین. دروغ نمیگم. نگاه چه خوش قیافه است. بیمیل نگاهی به عکس انداختم و گفتم یه جوریه. دیگه زیادی بور و وار رفته است. دانیال گفته تا اول اردیبهشت که میخوایم برگردیم خوب فکر کن. اگه قبول کردی چند ماه دیگه همراه هم میایم تا همینجا خواستگاری کنه. بعدم شروع کرد به تعریف از اخلاق و رفتار اون و شرایط و موقعیت‌های خوبی که داره. داشت با تعریف‌هاش وسوسه‌ام میکرد. دانیال گفته تا زمانی که تو راضی نشدی حرفی به کسی نزنیم. خواهش میکنم خوب فکر کن و لگد به بخت خودت نزن. دانیال برای انجام کاری به تهران رفته بود. قبل از ظهر شهناز از خواب بیدار شد و گفت دلم میخواد برم زیارت شاه چراغ و بعدم برای خداحافظی سر مزار عزیز آقا جون برم. کمی هم خرید دارم. باید تا برگشتن دانیال همه چی رو آماده کنم. یه چادر به اون دادم و با هم راهی شدیم. بعد از زیارت سر مزار عزیز آقا جون رفتیم. از زمان اومدنش تا اون روز چند باری به اونجا رفته بود تا بلکه کمی از دلتنگی‌هاشو با حرف زدن و فرو ریختن اشک کم کنه. بعد از خرید در مسیر برگشت به خونه شهناز گفت چی شد؟ چند روز دیگه میریم و هنوز تو حرفی نزدی. درباره چی باید حرف بزنم؟ خودتو به اون راه نزن. درست حرف بزن ببینم چی میگی. درباره دوست دانیال میگم. چیکار میکنی؟ بالاخره راضی شدی؟ چی میگی؟ حتی فکرشم نمیکنم. خودت که میبینی تو مملکت خودمون که همه از یه آب و خاک بزرگ شدیم درست نمیتونی بفهمی کی راست میگه و کی دروغ. اینو که دیگه بذار بره. من که میدونم همه این حرفا برای دست به سر کردنه و به خاطر یه چیز دیگه حتی بهش فکرم نکردی. دلم نمیخواد روزی برسه که ببینی همه موقعیت‌های خوبتو به خاطر هیچ و پوچ از دست دادی. شهناز وقتی سکوتمو دید فهمید دوست ندارم دنباله بحثو بگیرم. دیگه حرفی نزد. شب آخر کمک کردم تا همه خریداشو جمع جور کنه. ساعتها وقتمونو گرفت. انگار این عادت خرید کردنشو ولکن نبود. با خنده و شوخی به دانیال گفتم اینطوری کارتون نمیشه. باید با یک کامیون برگردید. بعد از رفتن شهناز احساس تنهایی میکردم. آقا هر روز به بهانه اونجا بود و میخواست تا برای خرید همراهش برم. نفهمیدم اون روزا چطور گذشت. هر طور بود سجاد قانع کردم که فقط برای سرگرم شدن به کارگاه برم و پیش زری باشم. برای فرار از دست زری که هر روز میخواست به یکی شوهرم بده گفتم قراره تا چند ماه دیگه یه دکتر آلمانی که دوست دانیال هست بیاد و ازم خواستگاری کنه. 1000 بار خودم رو لعنت کردم که این دیگه چه غلطی بود که کردم. تا نمیفهمید کی هست و چه قیافه‌ای داره دست از سرم بر نمی‌داشت. برای نجات خودم همه چیزهایی رو که شهناز در مورد دوست دانیال گفته بود کف دستش گذاشتم. البته به غیر از جواب آخرم. خوشحال بودم از اینکه توی کارگاه هستم. احساس می‌کردم هر روز آقا جون پشت اون میز نشسته و با لبخند از من استقبال می‌کنه. اون روز قبل از اینکه پرده رو کنار بزنم و وارد محوطه اصلی کارگاه بشم، زری صدام کرد و گفت شهبانو، دیروز بعد از اینکه رفتی گلی خانم اومد سراغ تو میگرفت. سر جام میخکوب شدم. به طرفش برگشتم و با تعجب گفتم برای چی اومده بود؟ چی کارم داشت؟ خب معلومه برای احوال پرسی. میگفت دلم براش تنگ شده. گفت اگه میتونی امروز یه سری بری پیشش. انگار گفت از یه جایی براش مهمون اومده و نمیتونه دوباره بیاد. اگه دلش تنگ شده خب خودش بیاد. من که نمیتونم جلوی مهمونش پاشم برم اونجا. بی اهمیت رو برگردوندم تا پرده رو کنار بزنم که زری آروم گفت شهبانو خانم، این بنده خدا سنی ازش گذشته. به نظر من بهتره تو بری پیشش و حالشو بپرسی. رویا که متوجه حرفای زری شده بود
با التماس دست به دامنم شد و گفت مامان تو رو خدا بریم. میخوام بچه عمو سهراب رو ببینم. با نهیب و تشر خواستم که ساکت بشه اما دست بردار نبود. با گریه به التماس افتاد و باز در مقابل گریه‌های سوزناک رویا تسلیم شدم. با تعارف گلی خانم داخل رفتیم. هیچ کس غیر از اون و بچه سهراب توی خونه نبود. بغلش کردم. کاملا شبیه ماهرخ بود. حتی فرو رفتگی روی چونش، فرم زیبای لبهاش. رویا اصرار داشت اونو بغل کنه. نذاشتم. خیلی ریزه و ظریف بود. ترسیدم بلایی سرش بیاره. گلی خانم به گرمی از ما پذیرایی کرد و گفت عید یه سر رفتم همون جایی که اجاره کرده بودی تا ببینمت. یکی از همسایه‌ها، گمونم همون دوستت شیرین بود. گفت رفته خونه برادرش. آدرست رو هم نمیدونست. بعد از پذیرایی ساعتی حال و احوال بالاخره موضوع صحبتش به طرف سهراب کشیده شد. با ذوق گفت شکر خدا قراره از امسال همینجا باشه. ازش خواستم به بچه‌های کلاس‌های بالاتر درس بده. گمونم گفت 7م و 8م، درست نمیدونم. در آخرم سر درد دلشو باز کرد اینکه هر شب سهراب ساعتها خیره به این بچه میشینه و حرفی نمیزنه. از خدا میخواست کاش حداقل گریه میکرد و تو خودش نمیریخت. میگفت جرأت نمیکنم اسم زن دیگه‌ای بیارم وگرنه ماهرخ خدا بیامرز چند تا خواهر داره. هرچی باشه خاله های این طفل معصوم هستن و بهتر از هر کس دیگه‌ای میتونن براش مادری کنن. حرفای گلی خانم انگار آب سردی بود که از سر تا پام ریخته شد. یخ کردم. لحظه‌ای خیره به دهنش موندم. هر چقدر اصرار کرد از چیزهایی که برای پذیرایی آورده بود بخورم نمیتونستم. چیزی از گلوم پایین نمیرفت. حس می‌کردم اگه ماهیچه‌های دهنم فعالیتی بکنن به چشمه اشکم فشار میاد و قطره قطره فرو میریزم. بیچاره حنجرم نمیتونست از گره بغض نجات پیدا کنه و هر روز گره تازه‌ای به اون مینشست. به محض اینکه گلی خانم بچه رو از بغلم گرفت تا سر جاش بخوابونه به رویا گفتم بلند شو باید بریم. گلی خانم با تعجب گفت چی شد؟ تازه از راه رسیده بلند شدی؟ دختر حداقل چای می‌خوردی. ممنون، باید تا شب نشده برم خونه. توی حیاط بودیم که صدای در خونه باعث شد گلی خانم جلوتر از ما بره و درو باز کنه. هیجان کوبش قلبم و گرمای ناگهانی که بر وجود سردم پاشیده شد، همه میگفتند بیشک محبوبم پشت دره. 2 زن وارد حیاط شدن. یکی میان سال بود و دیگری جوون. گلی خانم اونا رو معرفی کرد. مادر و خواهر خدا بیامرز هستن. از خریدهایی که توی دست داشتن حدس زدم نباید تازه از راه رسیده باشن. شاید چند روزی میشد که اونجا بودن. همین که ظرفشی رو در دست مهداش خواهر ماهرخ دیدم که یقینا برای بچه بود دنیا روی سرم هوار شد. گلی خانم موقع معرفی مهداش گفت اینم مهداش خانم همون خواهر خدا بیامرزه که برات گفتم. با لحن کلامش به من فهموند که از بین خواهرای ماهرخ این یکی رو برای سهراب در نظر گرفته. پاهام به سختی پیش میرفت. از گلی خانم نفرت عجیبی پیدا کردم. دلم میخواست با فریاد به اون بگم همینو میخواستی؟ بیام که همه آرزوهامو خراب کنی؟ داشتم تو خیال خودم راحت زندگی میکردم و انتظار میکشیدم. همه چی رو خراب کردی. به سردی خداحافظی کردم. خدای من، یعنی ممکنه سهراب بخواب با مهتاج فقط به خاطر اینکه خاله بچه است؟ غم عالم روی قلبم سنگینی میکرد. انگار آه اندوه هم چنان اوج گرفت که به آسمون رسید. باد تندی به شدت وزیدن گرفت و ابرها در آسمون به موازات زمین دنبال هم میکردن. به محض اینکه وارد حیاط شدم با قز روی تخت نشستم. خدا رو شکر مریم خونه نبود. هوای خفه و دلگیری بود. نگاهی به باغچه انداختم. دیگه امیدی برای زندگی نداشتم. بوی گلا رو حس نمی‌کردم. همه چیز بوی مردگی میداد. صدای زوزه باد در لابلای شاخه‌ها آوای مرگ و بتارهای شنوایی می‌نشوند و قلبمو در پنجه اندوه می‌فشرد. بیرمق به کنج دل خستم پناه بردم و به اتاقم رفتم. رویا مقداری از برنجک و کنجدهایی را که براش خریده بودم روی زمین پخش کرده بود. تمام حرصمو چنان سر اون خالی کردم که از شدت برخوردم به گریه افتاد. ساعتی بعد وقتی عصبانیتم فروکش کرد و اونو دیدم که به حالت قهر پشت به من خوابیده دلم سوخت. کنارش دراز کشیدم و جای نیشگون روی بازوشو نوازش کردم و موهای طلاییشو بوسیدم. دقیقاً کاری که عزیز جونم میکرد. همین که کمی از اون فاصله گرفتم، لحافو بالاتر کشید و همچنان حالت خوابشو حفظ کرد. شاهنامه روی تاقچه درست روبروم بود. چشم از اون بر نمی داشتم.
احساس می‌کردم جسمم خیلی خسته است. اونقدر که حاضر بودم روحمو با دل و جون تسلیم کنم. خستگی پلکامو بست و بست.